در بازی زندگی یاد میگیری که اعتماد به حرفهای قشنگ بدون پشتوانه مثل آویختن به طنابی پوسیده است. یاد میگیری نزدیکترین ها به تو گاهی میتوانند دورترین ها باشند. یاد میگیری آنقدر از خودت برای روز مبادا پسنداز داشته باشی تا بتوانی یک روزی تمام خودت را بغل کنی و بروی و در جایی که شنیده و فهمیده نشوی نمانی. یاد میگیری دیوار خوب است و سایه درخت مطلوب است، اما هیچ تکیه‌گاهی ابدی نیست. پس آنچه که تو را برجسته میکند تغییر است. کنار گذاشتن نسخه قدیمی، تبدیل شدن به نسخه جدید، اشتیاق به بلند شدن از زمین و پایان دادن به حس حقارت است. ساختن من جدید با تفکر زیبای متفاوت و تلاش برای تحقق خواسته های ارزشمند با باور و اعتقاد است. آنچه که تو را برجسته می کند تغییر از کسی است که هستی به انسان زیبایی که می شوی.